بیزنسی بین‌المللی با بازار تاجیکستان مثل بیشتری همسایه‌هایش در منطقه چون بازاری در حال رشد مناسبت می‌کند. این به معنی است که اقتصاد ما ریسک خیلی زیادی بازپس ندادن سرمایه‌گذاری‌ها را دارد. اما بعضن چنین وضعیت سرمایه‌گذاران خرد و بزرگ خارجی را که نقشه به دست آوردن فایده زیاد و زود بازپس گرفتن مبلغ خود را دارند نمی‌ترساند. الک دریپاسکا رئیس شرکت روسل در آغاز سالهای 2000 قصد داشت کارخانه آلومینیومی تاجیک تالکو را خریده نیروگاه راغون را بسازد. آن زمان شرکت همچون نشانه حسن نیت دو بینای بزرگ، مهمانخانه نخستین 5 ستاره دار در تاجیکستان، هیئت ریجنسی دوشنبه و یک بیزنس سنتر را ساخت. آنها را شرکت سازیدنی اداره میکرد. بنابر حسابها روسل برای این دو انشاء تقریبا 215 میلیون دلار خرج کرده است. با گذشت تقریبا 2 سال معلوم شد که راه حکومت تاجیکستان و اولیگارخ روس در مسئله راغون و تالکو فرق میکند. در حالی که بحث طرفها در دادگاه بین‌المللی با نرخ‌های افسانه‌ای جریان داشت، این دو انشاءات مثل اینکه چیزی نشده است کار می‌کردند. سال 2014 معلوم شد که تالکو بحث دادگاهی را به شرکت روسی باخته است و تنها پس از آن مالکیت الک دریپاسکا در دوشنبه هم با مشکل روبرو شد. کمیته انداز تاجیکستان این انشاءات را برای نپرداختن 70 میلیون دلار انداز متهم کرد و از روی آن به دادگاه عالی اقتصادی شکایت برد. در این بحث کمیته انداز دست بالا گردید. بعداً وقتی الک دریپاسکا و مسئولان تالکو صلح کردند به خلاصه آمدند که این دو بنا به جانب تاجیکستان فروخته شود، اما جریان دادگرفت و نرخ آن پس پرده باقی ماند. منبعی که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این دادگرفت روسل بخش زیادی سرمایه‌هایش را در دوشنبه از دست داد. گازپروم اینترنشنال ارزو نه همه وقت عملی می شود. با دنبال وعده دمیتری مدودف در سال 2008 که آن زمان به حیث رئیس جمهوری روسیه به دوشنبه آمده بود، این شرکت رقم اول مسئولیت تامین جمهوری با گاز خودی را بر عهده گرفت. هنوز در زمان شوروی سابق گفته شده بود که در تاجیکستان کانهای بزرگ گاز محفوظند و حجم آنها به 850 میلیارد متر مکعب می رسد. شرکت گازپروم اینترنشنال برای جستجوی گاز در چند کان اجازه دریافت کرد، اما نتوانست به کانهای واقع در حدود باختر ولایت ختلان دست یابد. کارهای اکتشافی گازپروم اینترنشنال با استفاده از فناوری‌های جدید چند سال ادامه کرد. شرکت تا چقوری 7 کیلومتر رفت، اما بجز از حجم کمی مواد اولیه صنعتی چیزی دیگری نیافت. گازپروم اینترنشنال برای ادامه کارهای اکتشافی از حکومت تاجیکستان درخواست امتیاز کرد ولی چیزی نگرفت. بعداً اعلام کرد که مجوزش را سپرده کشور را ترک میکند. در وبسایت رسمی شرکت گفته شده است که آنها برای کارهای اکتشافی در تاجیکستان تقریباً 110-120 میلیون دلار خرج کردند. باید گفت در این مدت دو شرکت نفتی توتال فرانسوی و CNPC چینی هم اعلان کردند که مجوز خود را برای کارهای اکتشافی در ختلان میسپارند. شرکت موبیلی تیسل سالهای طولانی یکی از شرکت‌های موفق و نه تنها در بازار مخابراتی تاجیکستان بلکه در تمام منطقه به شمار می‌رفت. این شرکت دو دفعه از طرف کمیته انداز تاجیکستان اندازسپارنده بهترین جمهوری اعتراف شده بود. شرکت تیسل یکی از کمترین نمونه سرمایه‌گذاری مستقیم غرب به اقتصادی محلی است. صاحبان سهمیه تیسل شرکت شوئدی تلیا و بنیادی آقاخان عاید به اقتصاد و رشد هستند. سال 2013 بعد آنکه تحقیقات در شویتزاریا معلوم کرد شرکت تله در معاملات آلوده با فساد در ازبکستان اشتراک داشت و با پرداخت 1.4 میلیارد دلار موظف شد، کارش به مشکل پیچید. مأموریت نو قرار کرد که شرکت از بازارهای کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل بیرون بیاید، اما نتوانست تاجیکستان را ترک کند. سال 2016 هم وقتی تلیا برای سهمیه‌های خود صاحب یافت و آن هم بنیاد آقاخان بود، حکومت تاجیکستان این معامله را به بنبست برد. در این دوره کمیته انداز تاجیکستان علیه همه شرکت‌های مخابراتی برای فرار از پرداخت مالیات شکایت برد و تیسل به پرداخت 20 میلیون دلار موظف شد. سیل سرمایه‌ها به سمنت. دایره‌های تجارتی سال 2017 مطلبی نشریه ساوث چاینا مورنینگ پست درباره ریسک‌های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان را بررسی کردند. در این مطلب از چند معامله ناموفق سرمایه‌گذاران چینی از جمله جو بایلین مثال آورده شده است. به نوشته نشریه جو بایلین سال 2014 برای ساختمان کارخانه تولید سمنت تاج چاینا در شهر وحدت 25 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده برای حل بعض مسائل با مقامات به خود کارشریک تاجیک گرفته است. بعد یک سال شرکت تحت برند یاقوت محصولاتش را به بازار برآورد. سرمایه‌گذار چینی از اداره کارخانه محروم کرده شد. به قول این تاجر چینی مناقشه میان آنها تحت فشار مقامات انتظامی تاجیکستان خاتمه یافت. بایلین در صحبت با خبرنگار نشریه ادعا کرده است که ماه سپتامبر سال گذشته مقامات تاجیک از سرمایه‌گذاران چینی طلب کردند به شرط‌های سهامداران تاجیک رضا شوند. بایلین در نهایت به اجاره کارخانه‌اش با نرخ 454,000 دلار رضا شده است، ولی گفته است کارشریکان تاجیک همگی سه یک این مبلغ را به او می‌فرستند.
اما مقامات تاجیک این ادعا را رد کرده، برعکس او را متهم میکنند که به کشور تجهیزات کهنه را وارد نمود. دمیتری فیرتاش، تاجر معروف که جلوی فروش گاز ترکمنستان در اوکراین را در دست داشت، سال 2000 چند از کارخانه‌های کیمیاوی در کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل از جمله تاجیک‌آزاد در شهر سربندی تاجیکستان را خریداری کرد. 75% سهمیه‌های تاجیک‌آزاد در دست او، 20%ش در اختیار حکومت و 5%ش در اختیار پسر سابق وزیر صنعت تاجیکستان زید سیدوف باقی ماند. سال 2014 مقامات تاجیک این شرکت را ملی کردند. شرکت فیرداش گروپ آف دی اف بعد 12 سال خصوصی گردانی این کارخانه برای نقض معیارهای خصوصی گردانی از جمله فروش بعضی مالکیت کارخانه بدون هماهنگی با حکومت و اینچنین نپرداختن 2 میلیون دلار انداز متهم شد. این بحث به افتتاح پرونده علیه فیرتاش از طرف FBI امریکا و بازداشت او در استرالیا راست آمد. استرالیا او را تسلیم نکرد، اما فیرتاش نتوانست تقریبا 3 سال از آن کشور بیرون برود. گفته می شود این اولیگارخ اوکراینی در تاجیکستان 15-20 میلیون دلارش را گم کرده است. در مقابل دارایی‌های فیرتاش که 1.5 میلیارد دلار حساب می شود، این پولی کم است، اما دلیل این است که او هم کارخانه تاجیک آزاد را از دست داد و هم پولی را که برای خصوصی گردانی آن به بودجه پرداخته بود بازپس نگرفت. این وضعیت سرمایه‌گذاران اقلیمی سردی سرمایه‌گذاری در تاجیکستان آفتابی را ناراحت کرده است.